سردار پلیس ولایت هیوستون همون جایی که این حادثه ها بیشتر بود یک برآمد کرد در تلویزیون CNN گفت که جناب ترامپ اگر یک حرف درست زده نمیتونی همچون رهبر و سیاستمدار بهترش که و چرا برای ماشین امریکا و آلمان را سوار شدن و هواپیما و کاستوم و بروکش را پوشیدن 100 سال منتظر نشدی تو میتونستی که قبول کنی یک مال امریکایی را چرا فکر امریکایی را چرا فکر آلمانی در همین شب روزه که ملت تاجیک شکل‌های گوناگون اعتراض را دارد از خودسوزی تا مردم خراسان و روشان در امریکا هم مردم امریکا یک بخش از آن بخصوص سیاه‌پوستان و سفیدپوستان امریکا که کرامت و شرافت انسانی برایشان مهم است آنها در یک جایگی آمدن علیه اقدام مقامات دولتی امریکا در چهره پلیس اعتراض کردند و ببینید من نمیگم که تاجیکستان امریکا است یا امریکا تاجیکستان است بعضی ها میگن که حالا ما به درجه امریکا برسیم باید که 200 سال منتظر باشیم امریکا در 200 سال دموکراتی شد یا روسیه در این قدر سال شد اروپا در این قدر سال شد اما من میگم این همه برای فریب کردن مردم است همون روزی که مرسدس بنز یک ماشین نو برآورد در آلمان یگان خانواده رحمانوف نمیگوید که حالا ما 200 سال منتظر شویم بعد مرسدس سوار شویم چون که حالا ما خودمون استحصال نکرده ایستادیم این مال آلمانی هست چرا ما یک بار این رو به تاجیکستان بیاریم فردا حتی پیش از آلمانی ها خانواده رحمان این مرسدس اول رو یا رولز رویس رو میگیرن سواری میکنن پرزیدنت امریکا من ترامپ رو نمیدونم میلیاردر است شاید بوینگ داشته باشد اما اوباما بوینگ شخصی نداشت استحصال میکند بوینگ سامالیات بوینگ رو ولی پرزیدنت امریکا بوینگ شخصی نداشت پرزیدنت تاجیکستان بوینگ امریکایی رو خریداری کرد نگفت که به اول من 200 سال منتظر شدم که خودم بوینگ استحصال کردم بعد بیام صاحب بوینگ شدم اما وقتی میگیم که برادر بیا تو انتخابات دموکراتی مثل امریکا و اروپا برگزار کن حقوق بشر رو رعایت کن پلیس باید این خیلی عمل کند اعتراض مردمی باید این خیلی باشد میتینگ و دمونستراسیون باید این خیلی باشد میگه که اون امریکا است و آلمان است و فرانسه است ما برای که به حد اونها برسیم باید که حالا 100 سال دیگر برای ما لازم است و چرا برای ماشین امریکا و آلمان رو سوار شدن و هواپیما و کاستوم و بروکش رو پوشیدن 100 سال منتظر نشدی تو میتونستی که قبول کنی یک مال امریکایی را چرا فکر امریکایی را چرا فکر آلمانی را چرا فکر نمیدونم عرب و ترک و مالزیا و روسیه و ژاپنی را قبول کردن نمیتونی این همش بهانه است حالا کمتر از موضوع دورتر رفتیم اما وقتی که درباره اعتراض‌های امریکا را مشاهده میکنیم ببینید ترامپ هم خواست که با نیرو اعتراض مردم امریکا را باقی کند و حتی تهدید هم کرد گفت که اگر مردم قطع نکنن یا این اعتراضا پایین نرود ما میتونیم نیرو رو استفاده کنیم نیرو یعنی چی نیرو ارتش امنیت از همه پیش پلیس اما میدونید پلیس آمریکا چیکار کرد سردار پلیس ولایت هیوستون همون جایی که این حادثه ها بیشتر بود یک برآمد کرد در تلویزیون CNN گفت که جناب ترامپ اگر یک حرف درست زده نمیتونی همچون رهبر و سیاستمدار بهترش که خاموش باش ما خودمون پلیس میدانیم که با مردم عزیزمون چیکار کنیم زبان میابیم و این مردم حق دارد اعتراض کنه و پلیس نه همچون انسان بلکه همچون نماینده حکومت که یک نماینده حکومت این شهروندی سیاه‌پوست آمریکایی را ظالمانه کشت آمدن در پیش مردم زانو زدن و اعتراض عذرخواهی کردن معذرت خواهی کردن و گفتن شما حق اعتراض دارید این است نمونه یک حکومتی یا بخشی از حاکمیت دموکراتی و مردمی رئیس جمهورش یک چیز گفت مثل رئیس جمهوری ما اما پلیس که اونجا دولت هست اونجا نهاد هست اونجا استرکتورا کار میکند اومد کار خودش را کرد ما چه امریکا رو میتوانیم دوست بداریم چه دوست نداریم تنقید کنیم تعریف کنیم یا اروپا رو اما دوستان عزیز نمیتوانیم اعتراف نکنیم که این کشورهای قانون است این کشورهای دموکراتی است این کشورهایی هست که در اینجا حقوق انسان رعایت می شود انسان خودش رو آزاد حس میکند بله در اینجا هم جنایت هست در اینجا هم قانون شکنی هست در اینجا هم فساد هست اما نه با اون شکلی که در
کشورهای ما مثل تاجیکستان هست. وقتی که رئیس جمهور اگر گفت که فلان نفرها را بوقی کنید، دیگر یک پلیس، یک امنیت جرأت نکند بگوید که این دستورات غیر قانونی است، این ملت من است، این حق دارد این اعتراض را کند. بنابر همین هموطنان گرامی، من به این باور هستم که ملت ما حق اعتراض دارد، باید اعتراض کند، اما خواهش میکنم از خودکشی، از خودسوزی باید همه کسی را که امکان داریم باید برسانیم که از این کار دست بکشند، با هم بشینیم مشورت کنیم و راه و روش اعتراض های متمدن در چارچوب قانون و خیلی هم جسورانه را برای ملت یاد بدهیم، بیاموزیم و آن را دستور عملی خود قرار بدهیم.